اگر یک دادگاه مستقل قدرتمند وجود داشت، این حکومت، این دولت ملغا اعلام میکرد. آقای کرزی، آقای سپنتا، آقای نبیل، آقای داوودزی روان میکرد بر جرم تقلب به زندان و بعد بازجویی میکرد. اینا آشکارا کتمان جرم کردن. نبیل میگه ما به سپنتا گفتم، سپنتا سکوت کرد. به کرزی گفتم، کرزی سکوت کرد. داوودزی میگه بله چنین اتفاقی افتاده بود. بعد آقای نبیل میگه بله. بعد حالا من ادعا میتونم میخوان مردم افغانستان رو بفریبن. اگه قرار به جهنم برین که همتون باید برین، اگه قرار به دادگاه برین همتون باید برین. از هلمند از قندهار آمدی طرف آلمانی ها آوردن و تو کرزی هم خارجی ها آوردن و تو آقای ایکس وای هم خارجی ها آوردن. یک دقیقه